بسم الله الرحمن الرحیم. علی ناصری هستم. میخوایم ببینیم که طول آدرس وب یک فایل رو چطور میتونیم محاسبه کنیم. برای طراحی وب مهمه که آدرس ها خیلی طولانی نباشن. توی کامپیوتر که میدونیم اگه تعداد فولدرها و ساب فولدرها به همراه نام و پسوند یک فایل بیشتر از 255 کاراکتر نمیتونن باشن. توی وب هم یک همچین محدودیتی وجود داره. شما ملاحظه بفرمایید الان این عبارتی که من اینجا نوشتم یه طول مشخصی داره. ورد میگه که خب این 5 تا کلمه است. وقتی روی این علامت کلیک بکنیم، روی همین وردی که اینجا هست کلیک بکنم، یه پنجره باز میشه. میگه که 5 تا کلمه است و 23 تا کاراکتر هست به علاوه اسپیس. پس این عبارتی که اینجا نوشته شده 23 تا کاراکتره. خب این شد یک متن معمولی. وقتی من اینو پاک بکنم میبینیم که ورد میشه 0 کاراکتر و 0 کلمه. اگه یک عکس توی کامپیوتر من باشه، مثلا این عکسی که رو دسکتاپ هست، بخوام ببینم این الان آدرسش تو کامپیوتر من چند کاراکتره، میتونم خیلی راحت این عکس رو بگیرم بکشمش توی گوگل کروم. گوگل کروم این عکس رو برای من باز میکنه و این بالا یک آدرس مینویسه. من این آدرس رو وقتی کپی بکنم اندازه‌شو که میبینیم چقدره. حدس میزنیم مثلا ممکنه 35 تا کاراکتر باشه. بخوایم دقیق بفهمیم میایم توی ورد اینجا پیستش میکنیم و اینجا روی کلمه ورد کلیک میکنیم. میگه که 57 کاراکتره. من فکر میکنم که اینو مثلا 6 7 تا کاراکتر اسمش رو نوشتم، ولی که هم میبینیم که آدرسش که بهش اضافه بشه 57 کاراکتر شده. خصوصا اسپیس میبینیم یه دونه اسپیس ساده اینجا 3 تا کاراکتر اضافه برای ما ایجاد کرده و این رو هم در نظر بگیریم. بسته به شاخه و زیر شاخه ای که اون فایل درش قرار گرفته، ما همیشه یه آدرس اضافه قبل فایل داریم. یعنی 30 تا کاراکتر شما همیشه رزرو در نظر بگیرین. اسما و فولدرهای تو در تو میتونن تعداد آدرس ما رو بالا ببرن. یه آدرس وب اگه داشته باشیم چی؟ اونو چی؟ فرض بفرمایین ما اینجا توی یک سایت هستیم که یک عکس داره. خب اینو چطور؟ خب این عکس رو میگیرم درگ میکنم میارم توی یه صفحه گوگل کروم، رفتم روی این برگه که این بالا بود. خب رفتم روی برگه که اون بالا بود، این وسط ول میکنم. این عکس اومد. ببین آدرس این عکس رو داره به ما میده. این آدرسش کمتره چون تمام عبارتایی که توش هست لاتین هستن. این آدرس رو کپی میکنم تو ورد تا ببینیم واقعا طول آدرسمون چقدره. روی این ورد کلیک میکنم، میگه که 63 تا کاراکتره. خب خوبه، آدرس خوبیه. هم اسم فایل کوتاه، خیلی خوب کوتاه انتخاب شده و آدرس هایی هم که قبل از اون وجود داره در حداقل خودشونن. اگه این پوشه آپلود، بعدش پوشه مثلا فایل ها، بعدش پوشه تاریخ ها، بعدش پوشه نمیدونم چی، هر چقدر عبارات نوشتنی تر و بیشتر باشن این آدرس ما بلندتر خواهد بود. اگه شما رو کامپیوترتون ورد رو ندارید، باز هم میتونین آدرس رو خیلی راحت تعدادش رو بشمارین. این آدرس رو کپی میکنین. یه سایتی هست به نام Character Count Online. میایم آدرس رو اینجا پیست میکنیم. چند لحظه طول میکشه و بعد سایت اینو براتون میشماره. میگه که 63 تا کاراکتر داشت. خب ببینید به این شکل میشه تعداد کاراکترهای یک فایل و آدرس رو به دست آورد. متشکرم که همراه من بودید. موفق باشید.